همراه سره د دینی مطالعات څېړونکی استاد عبدالاحمد عرفانی را سره په کرخه وصل سو. استاد عرفانی به برنامه خوش آمدین. سلامت باشین. سلام بر شما، بر مهمانان محترم شما، بر شنوندگان عزیز. بحث ما مشخصا روی ایست. استاد عرفانی چندی پیش یکی از خبرنگاران، مشخصا خبرنگار BBC از آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسید که بالاخره موضوع تعلیم و تحصیل دختران و زنان چه وقت حل خواهد شد. ایشان در جواب گفتند که این موضوع الان رنگ دینی به خود اختیار کرده و قسم کونا گفتند که ما میخوایم که یک راه حل برش پیدا شود که هم اصول شریعت عملی شود و هم این مشکل برش رسیدگی شود. مردم میپرسند، سوال است که آیا شریعت اقدر مغلق است که در 4 سال نتانست موضوع تعلیم دخترها و خانم‌ها را حل کنه، یا چیزی که ما به نام به عنوان فقه میشناسیم چیز دیگر است که طالبان از او برداشت دیگری دارن؟ آقای عرفانی بفرمایید. بله، اگر از این نگاه بنگریم موارد دینی داره حرف اینا، در او شک نداره، اما آیات قرآن مجید نیست، حدیث صحیح پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نیست، مسئله فقهی. ما در فقه داریم که یک خانم، یک زن نمیتونه حتی مدیر یک مکتب بشه که چندین نفر و چندین مرد یا زیر اثر از او باشه، یک موارد. اما بحث دیگری در فقه داریم که زن میتونه خلیفه بشه، زن میتونه امام بشه، زن میتونه رهبر بشه، زن میتونه تمام زمامدار اموری در نظر بگیره. مشکل اساسی در اینجا که در شرایط کنونی و اساسی چه مرد و چه زن، چه نر و چه ماده، اول بودن از حق انسان بودن است، چه یهود باشه، چه نصارا باشه، چه غیره باشه. مهم اینه که حق انسان رو نباید ضایع کرد در شرایط کنونی. اگر به مأخذهای دینی و موارد فقهی بگیریم، اکثر موارد فقهی در بحث‌های گذشته دیگه شما هم گفتم، اکثر حتی ما میتونیم اکثر آیات قرآن کریم که آیات عام داریم و آیات اخص داریم، بعض از آیات منسوخ شده در شرایط کنونی، اما از نظر تلفظی تلفظ میشه. مسئله فقهی کاملا در شرایط کنونی مردود هست و مسئله فقهی در این شرایط کنونی هیچ وقت در نظر گرفته نمیشه. اگر ما موارد درست است، موارد فقهی در شرایط و در همون زمان قابل بحث بوده و قابل تطبیق هم بوده و در شرایط امروزی نیست، بلکه ما در 100 سال قبل نه که ما بلکه جامعه غربی هم به چنین مشکلاتی بودن، بین سفید و سیاه تبعیض بود، بین شهرنشین و دهنشین تبعیض بود، بین زن و مرد تبعیض بود. حتی شما اگر تاریخ مطالعه کنید در یونان باستان، وقتی که اینها آمدن سکولاریسم را آوردن و حقوق انسانی و حقوق یک بشر را آوردن در دنیا، بعضی از موارد حتی در کتاب‌های الهی که مثل انجیل هست خیلی موارد. یعنی آقای عرفانی میبخشین سخن شما رو قطع کردون، میبخشین. یعنی طالبان در عصر حاضر چنگ میزنن به متون سابق، متون فقه سابق که الان از نظر شما از کاربرد نداره. بله، ببین، به متون فقهی دست میزنن. متون فقهی هم همه آرایی نیست. مثلا چه در شیعه و چه در سنی موارد داره که در واقع در همون شرایط زمان وقت بوده. حالا اگر بگیریم متون فقهی کامل، اکثریت رو بگیریم کاملا مردود و منسوخه، در شرایط امروز تطبیق نمیشه. چرا منسوخه؟ چرا منسوخ مردود؟ به خاطر که نیازمندی اون شرایط رو مثلا ما یک حدیثی با شما میتونم بگم که مثلا فقهی اگر از مدینه تا مکه یک زن میرفت بدون نامحرم، فقها نوشته کردن نره، چرا که امنیتی وجود نداشت. اگر با اون شتر یا با اون اسبی که میرفت حفت یک زن و پاکدامنی یک زن از بین میرفت، در رهزنه بود. اما در شرایط امروزی که یک زن میتونه از افغانستان وارد طیارهش به هر نکات مختلف جهان پایین شه، هیچ ممانعتی وجود نداره، تامین امنیتیه. پس اگر ما قیاس بکنیم و موارد در نظر بگیریم، در واقع بعضی احادیث هم منسوخ شده و این متون‌هایی که طالبان به نفع خود میگیرن این موارد شخصی خودشان است و در واقع در امورات اسلامی کدام ربطی نداره، مخصوص در شرایط امروزی. یک جهان ممنون.